بشر از روز پیدایش حضرت آدم تا به حاتم و از حاتم تا به امروز یک هدف داشت و دارد و آن هم انسان شدن، انسان بودن و انسان ماندن. شما را تشویش و هیجان و اضطراب اذیت می‌دهد و شما می‌خواهید که با هیجان و اضطراب مبارزه برید. اما تا به امروز کسی را نیافتید که این مشکل شما را برطرف نمایند. ما عزیزان برای همین شما کتابی سیرخوانده و مشهور دل کرنگی چی طور تشویش و هیجان را پشت سر گذاریم تا حیاتمان شاد و آسوده گذرد را توصیه می‌دهیم. من باوری کامل دارم که این کتاب میتواند مشکلات تشویش و هیجان، چگونه برطرف نمودن تشویش و هیجان را برطرف کردن به شما کمک میرساند. دانش ثروت است، دانش قدرت است. دانش بهترین طبیبی است که میتواند ما را از همه گونه بیماری ها شفا بخشد و نجات دهد. از این رو همواره با کتاب باشید، همواره مطالعه نمایید، دانش، بینش و جهانبینی خود را صیقل دهید. با ما بدرخشید. ما برای شما بهترین ها را توصیه میدیم. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید.